سلام كمسك الختام. صبر روشنایی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع صبر را دوام داده حدیث را از این باب می‌خوانیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: پاکی نصف ایمان است. الحمدلله ترازو را پر می‌کند و سبحان الله و الحمدلله پر می‌کند ترازو را، یا پر می‌کند بین آسمان ها و زمین را. و نماز نور و روشنایی است و صدقه دلیل است و صبر روشنایی است و قرآن دلیل است به نفع تو یا به ضرر تو. هر انسان صلح می کند و سپس خویشتن را می فروشد. یکی آن را از عذاب آزاد می کند و دیگری برعکس آن را هلاک می سازد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اول حدیث درباره پاکی گفتند: الطهور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی نصف ایمان است. علما در شرح این حدیث این پاکی را هم پاکی جسم و هم پاکی قلب گفتند. یعنی پاکی جسم این طهارت و غسل کردن و پاکی قلبی، پاکی معنوی این پاک بودن از هر نوع گناه، از هر عقیده های نادرست، از هر فهمش های نادرست نسبت به اسلام. و در دوام حدیث گفتند که کلمه الحمدلله، یعنی ذکر خداوند که ما الحمدلله میگوییم که معنای حمد و ثنا خدا را دارد، ترازو را پر میکند، یعنی ترازوی اعمال را پر میکند. و کلمه های سبحان الله و الحمدلله که اینها را هم ذکر میباشند که چنین معنا را دارند: سبحان الله خداوند پاک است و الحمدلله حمد خدا را پر میکنند ترازو را، یا این که پر میکنند بین آسمان ها و زمین را. یعنی ثواب و ثمره این کلمه ها وقتی که ما الحمدلله سبحان الله این کلمه ها را، این ذکرها را در شب و روز تکرار میکنیم، ثوابش را ببینید برادران، ترازو را پر میکند، یا این که بین آسمان و زمین را پر میکند. و در دوام حدیث گفتند: و نماز نور و روشنی است. نماز را به نور نسبت دادن، به نور و روشنی. یعنی اگر ما در شب تاریک بی روشنی نمیتوانیم راه برویم، ممکن است که به یگان چقوری افتیم. اینچنین انسانی بی نماز در حیات به مانند آن شخص است که در شب تاریک بی روشنایی راه رفته ایستاده است و ممکن است که بیفتد و خود را مجروح کند. و اینچنین علما میگویند که نماز روشنی در قبر است، یعنی نوری قبر است. و در دوام پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: و صدقه دلیل است و صدقه برهانون، یعنی دلیل است به این که تو مسلمان هستی یا نیستی. چون صدقه دادن، زکات دادن این نشانه است که انسان یک رکن اسلام را به جای آورد. چون دادن مال دوستان کاری آسان نیست. به این سبب بعد از مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم گروه بودند که گفتند که ما نماز را میخوانیم، روزه را می‌داریم، همه رکن‌های اسلام را انجام می‌دهیم، به جز زکات را پرداخت نمی‌کنیم. و ابوبکر که خلیفه بود در آن دور بر ضد آنها بجنگید. چون زکات را ندادن این انکار کردن آیت است که خداوند میگوید که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را خوانید و زکات را دهید. و شخصی که مالش به نصاب رسید و برگردن او فرض است که زکات را دهد و اگر زکات را ندهد این شخص فاسق است، این شخص گناه کبیره کرده است. و شخصی که دادن زکات را انکار کند
او از دین خارج می گردد، چون این کار کردن دادن زکات این انکار کردن آیت قرآن است. و در دوام پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و صبر روشنایی است. موضوع ما موضوع صبر بود. ببینید در این حدیث میگویند که و صبر روشنایی است. صبر نیز روشنایی است. اگر شخص در شب تاریک به روشنایی قدم نهادن نتواند، این چنین شخصی که صبر ندارد در کارهای خود، او هیچ وقت موفق نمی شود. همه کارهایی که ما انجام می دهیم محتاج به صبر دارند. اگر ما صبر کردیم در این کاری خود موفق می شویم. اگر صبر نکردیم موفق نمی شویم. در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قرآن دلیل است به نفع تو یا به ضرر تو. علما می گویند که قرآن در آن حالت به نفع ما دلیلی می کند، شاهدی می دهد اگر ما آن را خوانده آن را در حیات عملی کنیم، و آن وقت بر ضرر ما شاهدی می دهد اگر ما زندگی خود را طبق قرآن نگذرانیم و آن را نخوانیم، آن را پشت سر خود قرار دهیم. و در دوام گفتند هر انسان صبح می کند و سپس خیشتن را می فروشد. هر انسانی که از صبح خیست او خیشتن را، او نفس خود را می فروشد. به کی می فروشد؟ یا به الله می فروشد یا به شیطان. کسانی که نفس خود را به الله می فروشند اینها تابع الله و رسولش هستند، و کسانی که نفس خود را به شیطان می فروشند اینها آن شخصانی هستند که سرکشی از امر خدا و رسولش کردند و در حیات پایبند و پیروی از شیطان کرده اند. و در دوام حدیث گفتند که یکی آن را از عذاب آزاد می کند. یعنی بعد از صبح خیستن بعضی انسان ها نفس خود را از عذاب الله آزاد می کنند. اینها آن نفرانی که پایبند به دین خدا و به پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، و دیگری برعکس آن را هلاک می سازد. یعنی دیگر شخصان نفس خود را هلاک می سازند. اینها آنانی می باشند که از الله و رسول پیروی نمی کنند و این شخصان نفس خود را هلاک می سازند در این دنیا و در آخرت. پس در آخر دعا کنیم که خداوند ما را به راه راست هدایت بفرماید و آن شخصانی که به گناه و معصیت دست می زدند توبه کردن به این برادران ما نصیب بگرداند و صبر را بر ما در همه کارها نصیب بگرداند و خواندن قرآن عمل کردن بر آن را بر ما نیز نصیب بگرداند تا هر یکی ما این نفسی که خداوند به ما امانت داده است بر او بفروشیم، نه به شیطان. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.